حکومت اسلامی، نظام اسلامی باید امنیت انسانها را و امنیت مسلمانها را و امنیت جامعه را تضمین بکند. خدا میگه اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبا الیه ثمرات کل شیء. آیا سرزمین مکه را امن قرار ندادیم؟ سرزمین امن نیست. الله تضمین میکنه امنیت اون کفار را که اگر وارد اسلام شدید، حکومت اسلامی، پیامبر صلی الله علیه و سلم با نظام اسلامی که در کنار صحابه هستند، جان و مال شما را تضمین میکنند. اینطور نیست جان ارزش نداشته باشد. فقط عبادت خدا را بکن، بمیری جان تو تهدید میشه، مهم نیست برو نماز بخوان، مهم نیست. خیلی جان ارزش داره. جان نباشه جهان نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم دست به دعا بودن، خدایا تو رب منی، برای ما امنیت بده. من پیامبرم، با وحی ارتباط دارم، بدون امنیت نمیتونم تو را سجده بکنم. سبحان الله. بدون امنیت نمیتوانم تو را عبادت بکنم. تو امنیت بدی که جبین رو بگذاریم به پیشگاه تو و تو را با خاطر جمع، با اطمینان دل پرستش بکنیم. این آیه مبارکه برای ما پیام میده که انسان وطن دوسته، کشور خور خیلی دوست دارد. اونجی کافر مشرکین چون در مکه زندگی میکردن، گفتن اگر ما ایمان بیاریم این سرزمین ما، ارضنا صیغه جمع متکلم، سرزمین ما، چون ما در این جای پیامبر زندگی میکنیم، شاید ما به امن نباشیم. الله میگه بله، هر شهروندی در هر جا زندگی میکند، کشور اوست. هر کس در جامعه زندگی بکند، این کشور مال یک قشر و یک قوم خاص نیست و کسی نمیتواند انحصار بکند. کشور مال همه اونهایی است که در اینجا زندگی میکنند، اقوام مختلفی که زندگی میکنند. کشور مال همه هست و همه حق دارن با اطمینان دل زندگی بکنن. همه حق دارن جانشان، مالشان محفوظ باشد، بدون استثناء قومی و گروهی و حزبی و نژادی و زبانی. تاجیک هم باید با اطمینان خاطر بیای به مسجد بگه سبحان ربی الاعلا. پشتون هم حق داره، هزاره هم حق داره، ازبک هم حق داره، ترکمن هم حق داره و همه اقوام افغانستان حق دارن به خانه خدا با اطمینان قلبی بیاین و خدا را پرستش بکنن. و کسی هم حق نداره امنیت فیزیکیشان هم مورد تهدید قرار بدهد. همه مسلمانن، لا اله الا الله محمد رسول الله میگوید. این کلمه طیبه یعنی کلمه امان، یعنی کلمه امنیت، کلمه آرامش. در حقیقت این طوریست. وقتی مسلمان شدی جان و مال تو محفوظ، کسی نمیتواند تو را ترور بکند، ترور فیزیکی، شخصیتی، تهدید امنیتی. بعد این آیه مبارکه میگه رشد اقتصاد در گره و امنیته. هر تجار ما تلاش بکنن اقتصاد ما را بالا ببرن، زمان امکان پذیره که در اون جامعه امنیت باشد. اگر امنیت نبود اقتصاد نیست. به این خاطر رب العزت و الجلال بعد از اینکه نعمت امنیت را ذکر میکند، بعد میفرمایه یجبا الیه ثمرات کل شیء رزقا من لدنا. امنیت را دادیم، بعد از امنیت همه نعمت ها فراوان در مکه مکرمه هست. خیلی از تجار ما به خاطر ناامنی رفتن به کشورهای دیگر، تجارت خود در افغانستان لغو کردن. خیلی کارخانه ها را من و شما معطل قرار دادیم. خیلی از جوانان عزیز ما که در کارخانه های بسیار بزرگ کار میکردن و نان آور خانواده خود بودن، وقتی کارگاه تعطیل شد جوانها تعطیل شدن کارشان و امروز سرگردان میگردند.
اینجا الله رب العزت میگه زمان اقتصاد در کشور بالا میره که در اون کشور نعمت امنیت باشد.